عمه جان بله. شما واسه چی اومدی اینجا؟ آگهی مدل رایگان مگه نزده بودیم؟ گذاشته بودیم آموزش داریم ما. خب امروز هم عروسی بچه برادرم بیا میکاپ هم کن دیگه. حالا عمه جان چه میکاپی میخوای؟ یه میکاپ بخت باز کن. حالا معیارت واسه ازدواج و شوهر چیه؟ کیا پاش به پایین کنشله. شبانه برام لشکرآباد فلافل بخورم هم کنسل. کرم خیار برام نمیزنی؟ کرم خیار برای پوست خیلی خوبه. من عاشق کرم خیارم. یه دقیقه بشین. چیکارت کردم مگه؟ لنزم برام میزنی؟ لنزم میخوای شما؟ شما مگه نه کارتون پلنگ کردن آدماش؟ پلنگ؟ شوهر کنم بهرانی میخوام شوهر گیرم بیاد اون جایی که خوشش بیاد من. نه بچه شما ببینی خوشش بیاد ازم؟ چشمتو باز نکن. الان باز کن. بارگه اگه چشا خودم این لنزا رو از کجا میخوری؟ کرم خیاره؟ بابا کرم خیار نیست آبرسانه. خب ما هم کرم خیارمون آبرسانه. شما میخواد بگه با کلاس. حالا تو کدوم تالار جشن میگیره؟ که دیگه پولا رو تالار بگیره تو خونه قشنگ حیات موزیک میذاریم تو حیات خودمونم آهنگ میذاریم دیجی نمیاره خودمون. عزیزم میکاپتون تموم شد. خب بده خودم ببینم. بفهمین. وای ساناز چون چقدر من خوشگل شدم. چه لهجت رفت؟ دستشو در حال میکاپ رو آدم تاثیر میذاره نه؟